چه گریه داره خواهرچه من؟ برای چی گریه داره؟ ولی میریم از خاتمه. برای چی گریه داره خواهر جانی من؟ میگه که خونه منو چاپا میکنن میگه. یکم بار خونه چاپا کنی دیدی از خونه یکم کسی چاپا کردن دیدین؟ چاپا کردن یا با چاپا کردن با چاپا. همین خونه را بر چاپا کردن. این خواهرک دیده بود. برای اون گریه داره. برای چی گریه داری خواهر جانی من؟ ها؟ آتات کجا داری؟ آتات کجا داری؟ نه با سود رفتن برای دست. من نمیدونم. بسیار میخوام که احساسی نشم ولی نمیدونم که چی قانون است که برای آب دیده این کودک ریزاندن باید تصدیق شود و امضا بگذارد. کی باید امضا بگذارد؟ کی باید برای آب دیده او مادرایی که در پایان گریه کردن امضا بگذارد؟ کی برای برادری که میگه من شرایط ندارم در خانه صدموی زندگی میکنم من آدم خانه صدموی بیرون نکنید باید امضا بگذارد؟ درست که غیر قانونی عمل کردن زمین غصب کردن ولی امروز قانونی کردنش مشکل نیست کو. دینا شما را بودن شعبه میلیسه؟ من بودم. برای چی بودن شعبه میلیسه؟ هیچ همینجا اومدن همینجا چاپا کردن همین زنه که همسایه خوشش رفت گفتم اخی یگم وای کنه تلفن کنه گفتم یگم اسکور یا بیا برش گفتم خست او میلیسه دیگری من حقارت کرد یا دشمنو کرد. چی دشمن کرد فرمان میلیسه؟ ما هیچی همون وای کردم اینو میجا چاپا کردن سیومکا کردم اخی برای سیومکا انتری کردن ما. چی کار کردن شما رو؟ هیچی همین حقارتای دشنمای بزرگ دادن در دهنت فلان کنم در فلان جات فلان کنم اورچتا فلان کنم اورچتا وای کنم برای که واقعا این حقارت را کار شما اون آواز ویدیو اون کس دیگه داره در اطراف تونی سنگ گرفته نه اون کس کدا باشه خیلی همسایه هم همینجا بودن همین بودن شاهدی میتونم. بعد ویدیو شما کجاشه؟ ویدیو شما کجاشه؟ ویدیو ما ودالیت شده عادل. شما را عادل بردن؟ عادل کجا؟ اون عادل پایین بودن زدن ما. برای چی زدن؟ نمیدونم اون لیسا زد ده همه بزنه دندونش بره زد. در همینجا در عادل؟ در درنی ماشین ازدواج کرده بردن ما. زدن. در عادل چند سالی سوره؟ زدن در عادل تا بگه استادون بردن همجا نوشتم گفتم پاسپورت بیار ای دخترچم پاسپورت برد گرفتک وای کرد. ثبت نام کرد. گرفتن ها دکمنت کردن اشترافم کردن. چند سوم جریمه کردن شما را؟ 400 گفتن که 448 تومان میسپرد. بعد شما وقتی که زدن سود اکسپرتیز رفتین؟ من دیگه اونجا سر ندادن حوزی رفت دادم اکی. کجا رفت دادن؟ حوزی اینجا رفت دادم گفتم رو دکتر نشون تیم پوچوما گفتم ما جمعه خیلی کدیا گفتم بره. زدگی هم هست. زدگی واییا با مش در جمعه زدن. نام فامیل میبخشید اوچه جان. نام فامیلتون نه پوچوما خیلی کدن این زدن همه. البته میبخشید اوچه جان که من آورید. نام فامیلتون چی؟ نام فامیلم بوی و بیبلک. نام فامیل نفری که شما را زد و حقارت کرد چی؟ انا همه نمیدونم. از روی چهره میشناسه؟ ها چهره میشناسم شه. برای هوای گفتم زیرا من خودم مدام درمان کسالیم میگم یا گپا گفتن که خای اکبا وای توغری نمیبیا. این خونه معلمه کجاش باشه معلم؟ نه معلمه. السلام معلمه جان. شما خوبه؟ این خونه شما چاپا کردن. با حالی کجا زندگی دارین شما؟ اینجا خونه خالم. خونه خالتون. یک بار میتونید ببینید خونه را؟ شما اینجا چند سال شد زندگی فرق کردین؟ 4 سال شد اینجا زندگی میکنیم. من 4 سال اینجا زندگی میکنم. 5 سال شد که مکتب 71 درس میکنم. کدوم فن درس میکنید؟ کیمیا. این قسمتی زمین از خودتون گرفتین که شما را مثل دیگرو غیر قانونی غصب کردین؟ نه ما خودم حجت دارم دینا حجت را برو آوردیم پیشنهاد کردیم در حجت ها گفتن که چیه همین خونه داخل زمین دمیسته. این خونه یعنی شما قرار ساختمان ندارین؟ قرار ساختمان ها به قرار ساختمان خونه را بعد نمیشید که شما را جریمه کنن و بعدا شما از طرف قرار ساختمان شید؟ نه اومدم آگاهنامه کردم من جریمه کردم. یعنی آگاهی هم ندادن شما را پیش چی؟ نه چی ندادم. شما هم تو در خونه بودید که اومدن چاپا کردن؟ من خونه بودم که اومدم گفتم حجت را نشان داد گفت که قرار چی
نیست. همین ساختمان. همین خانه در داخل همین چی نیست. تکمیل نیست. ولی زمینش هست زمین هست. ولی خیلی خانه نیست. بله زمین. خیلی ساختمان کرده شما؟ خود 2021. 4 سال پیش در نیام ریختگی بودم. یعنی 4 ساله که شما علاقه ته دیوار ریختین. بله. نماینده مقامات اومدن نگفتن که همین ته دیوارتون قرار بگیرین؟ نه هیچی نگفتن. فوندم ریختم. تمام مقاماتش سوم گرفتگی نکرد. کمیته‌ش هم گرفتگی، حکومت هم. کمیته کجا؟ کمیته زمین شما منصور هم گرفتگی. برای چی پول میگیرن؟ برای چی میگیرن؟ برای که اومدن دیدن زبور اول اومدن زبور چاپ کردن. اومدن پول گرفتن رفتن گفتن که وقتی زبور چاپ کردن با کی پول دادین شما؟ ایرا خودشون بردن دادن. من پول تیره چی نبودم بردن دادن سوم دادن. اومدن تا همش سوزه اومدن با چاپ کردن. دینا در اومدن نه زبور اسم چاپ کردن خونه را 3 سال 6 شوهر نیست در روسیه. یعنی از پول مهاجرت خونه ساخته؟ بله بله 3 سال. شما از پول معلمگی زندگیتون پیش بله میره؟ بله بله. خانه معلمه خیمیه را 5 سال تجربه کاری دارید؟ 5 سال نه 10 سال تجربه کاری دارم. 5 سال در نفتوریه. در همین بالا آوردن. اینم دستگیری متخصصای جوان مخصوص در سمت معارف که دائم وزیرای معارف که نامشن میگن که نارسایی کادرها و وظیفه جانی مقامات‌های اجرایی محل هست که هر معلم جوان یا معلمه جوان به اون منطقه رود با زمین نزد حولگی باید تامین شود. یعنی امتیاز دارن معلم و معلمه‌های جوان، نه اینکه تامین شود بلکه خونه‌شون ویران شد. اینا ببینید خیلی خاکسارانه خونه هم بنیاد چی دوست است. از اون چوب و تختاش معلوم است. معلمه بعد نقشه آینده‌تون چی هست اکنون؟ در زندگی که که احوال دیگه نکنه. نماینده حکومت چی گفتن قدم بعدی شما چی گفتن؟ خونه رو نمیشه چاپ کردن، پول هم چاپ نکردین. 3 بار کدر اومدن. این خونه که به قوت زدگی بود که یک بار اومدن چپا کردن با در اومدن اضافه زدن تو همین خیلی استادگی بود. کلیشا در اصل که بود کادر بود. کلیشا هم خیلی استادگی بود. رفتم بالا با اومدن دیگه باره احوالی من ندیدم در همونجا غلطیدگی خوب خاطی سپاری اومدن با در اومدن زدن چپا کردن. میرم پیش پرکرور اکاجان التماس میگم من کارگاه دولت و مرا چند تا فهمی من آموزگار معاش آموزگار نوکی سوزان جان چند تا من فهمی هیچ کار گوش نمیکنم. ملسورا میگم میگه دست مون نیست. اینا میگه باید اینو میداویم سو بود چای دست کرده. همون لحظه را نوار گرفتن میگم کسی. بله پام نوار گرفتن مجبوری را گرفتم بردن در ماشین بار کردن گرفتم بردن نوار دلیت کردن. نوار را دلیت کردن. بعد نگفتن قدم بعدی شما اکنون چی کار کنین از روی قانون؟ روی قانون هیچی را حجت کنیم. ما میریم نه با حکومت میریم چی میریم اولی فرمان برآمدگی نیست برای فرمان برآمدگی نیست برای حجت کردن. ما کجا برای حجت کنیم؟ وقتش نمیموندن همین ساختمون کردن. تو همه چی را گرفتن سوم گرفتن خط کنه او تکنه این قسم گرفتن چی کردن زدن همه. یعنی همین سوم دقیقاً کی میگیرد؟ همه مقاماتش اکا میگیره. شما خودتون یگون چه گفته میتونین؟ همه مقام پرکروش هم میگیره و چسکاوایش هم میگیره کمیته زمین. یاد عمومی بگن نشون تهمت بگن مورا. نه اکا. شما خودتون به اون کس دادین مبلغ؟ ما دستکی ندادم. من که خالم بردک دادک در کمیته زمین دادک. کمیته زمین ناحیه شاه منصور. بله. داده بود زبور اومدن چپا کردن. چند هزار دادن؟ همین 5 تایی دادن. 5000 تومانی. یعنی دیگران هم دادن، یعنی به این معنی که دادن میگن دیگران هم دادن. مردم همین خیلی کرد. مردمی که در اینجا خونه کرده همش به همین وایسته. این مردمی به سواری اجاره کرد یافتن. این مردم فقط پرکرور میبیا فقط نای شما منصور میبیا صاحب ماشین صاحب خونه و صاحب ای چی میشه ایسای مردم کمبغل همینجا بیچاره به سواده و چی میبین همینجا کدوم مقامات را شکایت کنن کجا روون بعد دو کودک نابالی. معلومه عزیز عبدالله باری دویم است گیریه میکنه و من نیت به خدای من. البته این چیز نیست بینندهایی که این ویدیو رو میبینن این تبلیغ نیست گیریه کم حالت میشد که ما بر وقتی ویدیو گذارش آماده کردن گیریه کنیم. ولی عبدالله را امروز ما باری دویم گیریش میبینم روبروی یک متخصص جوان که در ساحه معارف مثل باد و هوا برای ما ضرورن معلمه های فن شیمیه
یکی از معلمه های کمیافتن این برای که همان معلم های سمت شیمیا فیزیک فنهای دقیق بازم در آخر ویدیو گزارش خواهش زاره طلب میکنم از مقامات اجرایی محل در ناحیه شاه منصور، مقامات اجرایی حاکمیت شهر دوشنبه و دیگر نهادهای مربوطه، پروکراتورای ناحیه شاه منصور، پروکراتورای شهر دوشنبه، سود، کمیته های زمین، اداره های معمار و ساختمان، هر جا هر نهادی که هست خواهش میکنم با درد و حرف و پیام مردم برسید. بغیر از این منطقه معروف به خلمه یا پنشیر ناحیه شاه منصور در اطراف دوشنبه باز ده ها همین خیلی منطقه های دیگر هست که سر و صدا میاد که خانه ما ویران شد، خانه ما رو چپه کردن، خانه ما رو به خود یکسان کردن. درست مردم از ناعلاجی از به شرایطی آمده غیر قانونی زمین غصب کردن، ساختمان کردن، ولی در 90% حالات آنها به کجای عریضه برای زمین نزداولی کردن که زمین نگرفتن و از مجبوری اینجا آمدن خانه ساختمانی کردن، دیگه علاج ندارن. پس در آخر ویدیو گزارش یک بار دیگر خواهش میکنم که همون قانون، همون فرمان، همون دستور، همون سفارش با شرایط مردم مطابق کنه، با خواهش مردم مطابق کنه. یعنی مردم آمده اینجا برای زندگی آباد کرده، پس قانون و فرمان و دستورم به اینها نزدیک براره دیگر. خب یک جریمه غیر قانونی زمین غصب کرد، بسیارش جریمه کرده، حبس خانگی کرده، یا یک جریمه بعدن گفت که دوامش آباد کن دیگه، راه آباد شود، برف بیاید، آب بیاید، درخت علاقه میبینیم اینجاست، منطقه آباد شود. ما بسیار میخواستیم که با نماینده های حاکمیت محل که بودن در بالا صحبت کنیم و از طرف حکومت طرف دوم فکر و نظرشون رو بگن، ولی واقعا در میان ویدیو گزارش دیدیم که اونها به 4 طرف پریشان شدن، فرار کردن، نخواستن صحبت کردن، نمیدونم برای چی. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.